سال 2007 یه مینیبوس پر از کارگرایی که توی کارخونه‌های نساجی و بافندگی اطراف شهر کار می‌کردن داشتن از محل کارشون برمیگشتن خونه. جایی که این آدم‌ها زندگی می‌کردن بیشتر محل زندگی ایزدی‌ها و مسیحیای کشور عراق بود. توی مسیر برگشت یه گروه مسلمون به این مینیبوس حمله می‌کنه و میاد تک تک کارت شناسایی این افراد رو چک می‌کنه. کسایی که مسیحی یا مسلمون بودن و از مینیبوس پیاده میکنن و کسایی که ایزدی بودن و با خودشون میبرن یه منطقه‌ای اطراف شهر موسل. اونجا همه اون آدما رو از مینیبوس پیاده میکنن، توی صف قرار میدن و بعدش هم از پشت بهشون شلیک میکنن. حتی سر بعضیاشون رو گوش تا گوش میبرن. بعداً اعلام میکنن دلیل این کارشون انتقام سنگسار وحشیانه یه دختر 17 ساله ایزدی به اسم دعا بوده که قبلا توی منطقه از عراق خیلی وحشیانه سنگسار شده بود. الان ممکنه یه سوال برای شما هم پیش اومده باشه که داری میگی دعای دختر ایزدی بوده. حالا چی شده که مسلمونا تصمیم میگیرن که بیان انتقام سنگسارش رو بگیرن؟ چون رابطه مسلمونا و ایزدیا خیلی رابطه خوبی نبوده از گذشته و قراره جواب این سوال رو توی ادامه پرونده بگیرید. سلام، من مریمم. به یه ویدیو دیگه با من خیلی خوش اومدید. اول از همه لازمه بریم ببینیم که این ایزدیایی که داریم راجبشون صحبت میکنیم اصلاً کیان، به خاطر اینکه ممکنه بعضیاتون ندونین و به پرونده ما هم یه جورایی مرتبط میشه. ایزدی‌ها یه قوم کرد هستن که معمولاً توی شمال عراق زندگی میکنن و این آدما به خدا اعتقاد دارن، در واقع یکتاپرستن. ولی باورشون اینه که خدا اومده دنیا رو داده به یه فرشته نورانی به اسم ملک طاووس و نماد دینشون هم دقیقاً یه طاووسه و خیلیا به اشتباه فکر میکنن که این مردم شیطان پرستن. حالا چرا؟ چون توی دین ایزدی اونا معتقدن خداوند زمانی که ملک طاووس رو آفرید اومد بهش دستور داد که بیاد به انسان سجده کنه، ولی اون قبول نمیکنه و میگه من از آدم بهترم و فقط به خدا سجده میکنم. و توی دین اسلام هم میگن که شیطان همین کار رو انجام میده و از بهشت رانده میشه. پس ایزدی‌ها هم شیطان پرستن، ولی تفاوتش اینه که ایزدی‌ها معتقدن این کار خدا یه امتحان برای ملک طاووس بوده و وقتی ازش میخواد که به انسان سجده کنه در واقع میخواسته ببینه ملک طاووس این کار رو انجام میده یا نه، که ملک طاووس از این امتحان سربلند بیرون میاد و خداوند به عنوان پاداش میاد اداره جهان رو بهش میسپره. در واقع برخلاف مسلمونا که باور دارن این شیطانه که باعث میشه آدما دست به کارهای بد و پلید بزنن، ایزدی‌ها میگن که هر انسانی خودش مسئول کارهای بد و خوبشه و ملک طاووس در واقع یه جورایی نماد وفاداری و نظم جهانی محسوب میشه. گفته شده که ریشه ایزدی‌ها برمیگرده به هزاران سال پیش، حتی قبل از زرتشت، اما به خاطر نسل کشی و سرکوباشون طی این سالا بخش زیادی از تاریخ و باوراشون صرفاً به صورت شفاهی و اصطلاحاً سینه به سینه حفظ شده و کمتر مکتوبه. یکی از قوانین خیلی مهم ایزدی‌ها اینه که شما باید ایزدی به دنیا بیای که ایزدی به حساب بیای و کسی نمیتونه تغییر دین بده و جزو این آدما حساب بشه. و یکی از مسائلی که به شدت باهاش مخالفن اینه که یه ایزدی بیاد با یه غیر ایزدی ازدواج بکنه و خیلی هم جلوشون میگیرن، چون یه جورایی در واقع دلشون میخواد که خالص بمونن و این دقیقاً جاییه که تراژدی وحشتناک ما قرار اتفاق بیفته. جایی که یه دختر 17 ساله تصمیم میگیره این قانون خیلی مهم و حساس و زیر پاش بذاره. دعا متولد 1 ژانویه 1990 توی بشیه عراق بود، جایی که بیشتر مسیحی‌ها و ایزدیای عراق اونجا زندگی میکردن و دعا توی خانواده ایزدی به دنیا میاد. از اینکه دوران کودکیش چطوری میگذره یا اینکه خانواده‌اش باهاش چه رفتاری داشتن چیز زیادی نمیدونیم، ولی چیزی که الان برای ما مهمه 17 سالگی این دختره، چون توی همین سن اون عاشق یه پسر جوان میشه به اسم احمد و احمد ماجرا پسر یه معلم بود و مثل خود دعا توی بشیه زندگی میکرد. این رابطه توی دنیای آزاد و عادی میتونست خیلی خوب پیش بره، چون دعا و احمد خیلی همدیگر رو دوست داشتن و دلشون میخواست با همدیگه ازدواج کنن.
اما این وسط یه مشکل خیلی خیلی بزرگ وجود داشت. محمد یه مسلمون سنی بود و دعای دختر ایزدی و حالا خط قرمز و گناه نابخشودنی برای جامعه ایزدی چیه؟ اینکه یه نفر بیاد با یه غیر ایزدی ازدواج بکنه. حتی توی خود جامعه ایزدی‌ها چند تا طبقه بندی مختلف وجود داره که شامل شیخ بالاترین مرتبه، بعدش پیر و بعدش هم مرید که آدمای معمولی جامعه به حساب میان و ازدواج کردن بین طبقات مختلف هم تقریبا غیر ممکنه و مثلا یه شیخ نمیتونه بیاد با یه مرید معمولی ازدواج کنه و اگر تصمیم بگیره که قانونو بشکنه از جامعه ایزدی‌ها طرد میشه و مجازات خیلی بدی در انتظارشه. و حالا حسابشو بکنید توی همچین سیستمی یه دختر تصمیم بگیره با یه مسلمون وارد رابطه پنهانی بشه. دعا و احمد بعد از یه مدت حسابی به همدیگه وابسته شده بودن، به خصوص دعا که یه دختر نوجوان بود و طبیعیه که توی اون سن احساساتش باعث بشه خطر بیخ گوششو خیلی نبینه و بهش بها نده. این دو نفر طبیعتاً به صورت یواشکی همدیگر رو میدیدن و تا یه مدت هم این حرکت جواب میده تا اینکه یه روز تلفن خونه دعا زنگ میخوره. خلیل پدرش گوشی رو بر میداره و کاملا از چهرش مشخص بود کسی که پشت تلفنه داره راجع به یه موضوع خیلی ناراحت کننده و بد با خلیل حرف میزنه، یا در واقع بهتره بگم داره پدر دعا رو تهدید میکنه. حالا جریان چی بود؟ گویا یه نفر از اهالی منطقه دعا و احمد و توی گوشه خلوت کنار یه باغ تنهایی دیده بود. کسی که پشت خط بود داشت به خلیل میگفت دخترت آبروی جامعه ایزدی‌ها رو برده و با یه پسر مسلمون وارد رابطه نامشروع شده و باید این لکه ننگ هرچه زودتر پاک بشه. و خلیل مثل خیلی از پدرای دیگه دلش نمیخواست بلایی سر دخترش بیاد و این موضوع اصلا شوخی بردار نبود. پای مرگ و زندگی این دختر وسط بود. بعضی وقتا توی همچین جامعه هایی با این سیستم تصمیم گیری یه سری از چیزا اصلا فردی نیست. در واقع جامعه اجازه داره برای زندگی یا مرگ اون آدما فتوا صادر کنه و پای همسایه و فامیل میاد وسط و همه حق دخالت دارن. خلیل از اون روز به بعد دعا رو توی خونه حبس میکنه و حتی بهش اجازه نمیداده تنهایی یا حتی با خواهر برادراش تا سر کوچه بره. و تن و بدن این دختر مدام داشته گوشه اتاقش میلرزیده و ترس داشته که هر آن یه گروه آدم بریزن توی خونه و اونو بکشن. البته فضای خود خونه هم براش خیلی جای امنی نبوده، به خاطر اینکه دو تا برادر داشته که مدام داشتن کتکش میزدن و بهش میگفتن تو لکه ننگ این خانواده‌ای و باید هرچه زودتر پاک بشی. خلیل رو نمیدونیم که آیا مثل پسراش دخترش رو کتک میزده یا نه و درسته که احساس میکرده که دعا با این کارش باعث شده که سر اون توی در و همسایه و فامیل پایین بیفته، ولی با حبس کردنش توی خونه سعی داشته که یه جورایی هم ازش مراقبت بکنه و همین آبرو ریزی رو یه جورایی جمع کنه. توی تاریخ 7 اپریل 2007 زمانی که پدر و برادرای دعا بیرون از خونه بودن و اون داشت توی کارهای خونه به مامانش کمک میکرد، یه کیسه زباله رو برمیداره و به مادرش بدیه میگه اشکالی نداره من آشغالا رو بندازم بیرون و مامانش هم بهش اجازه میده و شاید این تنها فرصتی بود که برای این دختر پیش اومده بود که بتونه از خونه بزنه بیرون. اون کیسه زباله رو از خونه برمیداره میبره بیرون و مادرش چند دقیقه بعدش هر چقدر دعا رو صدا میزنه کسی جوابش رو نمیده. این دختر از خونه فرار میکنه. حالا کجا میره؟ هیچ کس دقیقاً نمیدونه، ولی هر چقدر میگردن پیداش نمیکنن. خبر فرار دعا خیلی سریع توی محل پخش میشه و اینجا دیگه همه مطمئن میشن که پس رابطه دعا و اون پسر مسلمون حتما واقعیت داشته و سریع میان یه جلسه با حضور بزرگای اونجا تشکیل میدن. توی جلسه که برگزار میشه هم خلیل حضور داشته، هم عموها و برادرها و پسر عموهای دعا و در نهایت نتیجه صحبتاشون این میشه که زمانی که دعا رو پیدا کردن باید خونشو بریزن به اسم ناموس و ناموس پرستی که در آینده هیچ کسی جرأت نکنه که همچین کاری بکنه و بیاد به همین راحتی قوانین جامعه ایزدی‌ها رو زیر پا بذاره و هیچ پیامدی هم براش نداشته باشه. و این وسط بیشترین کسایی که عصبانی بودن و به خون دعا تشنه
برادرها و پسرعموهای دعا بودن. خلیل میره سراغ پلیس و قضیه رو براشون تعریف میکنه و بهشون میگه دخترش در خطره و اگر برادرای پسرعمو و عموهاش پیداش کنن 100% میکشنش. ازشون درخواست میکنه که قبل از این آدما بتونن دخترش رو پیدا بکنن و اونو ببرن یه جای امن. همین اتفاق هم میفته و احمد و دعا رو توی یکی از روستاهای اطراف موصل با همدیگه پیدا میکنن، ولی میدونستن که نمیشه اونو تحویل خانواده‌اش بدن. برای همین میسپارنش به یه شیخ ایزدی به اسم سلیمان که گویا خیلی مرد با نفوذ و خوبی بوده و اونجا هم توی جامعه ایزدی احترام خیلی زیادی براش قائل بودن. و دعا اونجا یه چند مدتی رو پیش زن و دخترای شیخ سلیمان میمونه تا یه راه حلی برای این ماجرا پیدا بشه و شاید یه جورایی بتونن جون این دختر رو نجات بدن. چند روز بعد از پیدا شدن دعا، بدیه مامانش، نمیدونیم از چه طریقی، ولی متوجه میشه که الان این دختر داره پیش شیخ سلیمان زندگی میکنه. برای همین یواشکی میره اونجا که دخترش رو ببینه. بدیه مثل هر مادر دیگه دخترش رو خیلی دوست داشت و اینو نمیشه انکار کرد، ولی گاهی وقتا عقاید و افکار پوسیده یه جورایی جلوی منطق آدما رو میگیره. زمانی که دعا مامانش رو میبینه با گریه بغلش میکنه و بهش میگه من فقط از ترس فرار کردم و اصلا توی این مدت با احمد رابطه نداشتم، پیش خانواده‌اش زندگی میکردم و فقط میترسیدم منو بکشن. بعدی برای اینکه مطمئن بشه که دعا داره راستشو میگه، یه ماما یا حالا یه کسی که توی این کار تخصص داشته رو میاره تا دعا رو معاینه کنه و ثابت بکنن که دعا باکر است و همین اتفاق هم میفته. برای همین بدیه خیلی خوشحال میره پیش شوهرش خلیل که این قضیه رو بهش بگه، ولی خلیل در جواب زنش میگه کنترل این اوضاع دیگه از دست من خارجه و نمیتونم برای دعا کاری کنم. منظورش این بود که بقیه تصمیمشون رو گرفتن و من قادر نیستم عوضش کنم. نه جلوی پسرای خودم، نه برادرها و برادرزاده هام و نه بزرگای فامیل رو نمیتونم بگیرم. غیر ممکنه برام. خبر پیدا شدن دعا و اینکه الان داره پیش شیخ سلیمان زندگی میکنه خیلی سریع همه جا میپیچه. انگار نمیشد که یه چیزو توی این سیستم از کسی پنهان کرد، به خصوص که الان پای شرف و آبروی اون آدما در میون بود. یه روز پسرعموی دعا را میافتن میرن دم در خونه شیخ سلیمان و از در دوستی و محبت وارد میشن. بهش میگن خانواده دعا و بزرگای فامیل تصمیم گرفتن که به این دختر یه فرصت دوباره بدن، به خصوص که مامانش هم تایید کرده که دعا با اون پسر مسلمون رابطه نداشته و باکره است و فقط کافیه که الان با ما بیاد، بره پیش خانواده‌اش و ازشون عذرخواهی کنه. شیخ سلیمان هم این حرفا رو باور میکنه، میره پیش دعا، بهش میگه نگران نباش، نترس، قرار نیست کسی بلای سرت بیاره، فقط الان با این آدمو برو خونه پدر و مادرت و ازشون عذرخواهی کن، از همه عذرخواهی کن. و من واقعا نمیدونم که این شیخ سلیمان دانا واقعا حرف این آدما رو باور کرده بود یا مجبورش میکنن که باور و قبول بکنه، به خاطر اینکه این مرد خودش توی این جامعه بزرگ شده بود و داشت زندگی میکرد و خط قرمزاشون رو میدونست و الان دعا یکی از خطرناک تریناش رو زیر پا گذاشته بود. به هر صورت این اتفاق میفته و دعا رو راضی میکنه که همراه پسرعموهاش بره سمت خونهشون و حداقل این چیزی بوده که دعا فکر میکرده قرار اتفاق بیفته. اما ماشین اونا دم در خونه نمیسته، بلکه توی میدون بزرگ وسط شهر توقف میکنه، جایی که حدوداً 2000 تا آدم جمع شده بودن و گوشه میدون میتونستی یه تپه از سنگای ریز و درشت رو ببینی، سنگا و آجرایی که تا روز قبل اونجا نبودن. دعا با یه تیشرت قرمز ورزشی و یه شلوار خاکستری و با اون موهای مشکی بلندش از ماشین پیاده میشه و با تعجب داشت اطرافش رو نگاه میکرد و میتونه بین اون جمعیت برادرها، عموها و عموزاده های خودش رو ببینه و اینجاست که متوجه میشه از همون اولش قرار نبود برن خونه و از پدر و مادرش طلب بخشش کنن، چون هیچ بخششی در کار نیست. پسرعموهاش اونو به زور هل میدن وسط جمعیت و مردم شروع میکنن به کف زدن و سود کشیدن. بعضی هم داد میزدن که بکشینش و این صحنه ها شما رو یاد چه پرونده‌ای میندازه؟ درسته، پرونده فرخنده. مردم به علاوه 2 برادرها و پسرعموهای دعا
شروع میکنن به طرفش سنگ پرتاب میکنن و این دختر بیچاره سعی میکرد با دستای ظریف و کوچیکش جلوی صورتش رو بگیره، ولی خیلی طول نمیکشه که دوتا دستش با سنگا و آجرای ریز و درشتی که سمتش پرت میکردن میشکنه و اون همینطور داشت توی خون خودش قلط میزد و یه سری هم طبق معمول داشتن با گوشیاشون از این مراسم وحشتناک فیلم میگرفتن و مدام جابجا میشدن که بهترین زاویه رو برای فیلم برداری از این صحنه‌های وحشتناک پیدا کنن که خدایی نکرده چیزی از زیر دستشون در نره. و قسمت خیلی شوکه کننده ماجرا اینه که پلیس هم توی اون جمعیت 2000 نفری بود، ولی مثل همون آدما هیچ کاری نمیکنه. دقیقاً مثل پرونده فرخنده. این مراسم سنگسار ساعت‌ها طول میکشه و حتی یک نفر از اون جمعیت عظیم کوچکترین تلاشی برای نجات این دختر 17 ساله نمیکنه. خیلی از اون آدما رو دعا میشناخت. برادراش، پسرعموهاش، عموهاش، همسایه‌هاشون. یه سریا صرفاً تماشاچی بودن، یه سریا در حال گرفتن فیلم و عکس و یه سری هم در حال داد و بیداد کردن و تشویق بقیه. دعا همینطور نیمه بیهوش داشت وسط خون خودش میغلطید که یهو یه نفر از وسط جمعیت میاد و لباسای این دختر رو از تنش در میاره و کسی هم جلوشو نمیگیره. و من در عجبم که یه سری ناموس و شرف رو برای خودشون چطوری معنا میکنن که در آوردن لباسای یه دختر وسط اون همه آدم کار شرافتمندانه‌ای به حساب میاد، ولی فرار کردن یه دختر با پسری که عاشقش بوده و حتی ثابت میشه باهاش رابطه جنسی نداره یه کار خیلی بد و نابخشودنیه. و در نهایت یکی از اون آدمایی که احساس میکرد مسئولیت پاک کردن این لکه ننگ مسئولیتیه که روی دوش اون قرار گرفته میاد جلو و یه بلوک سیمانی خیلی بزرگ و پرت میکنه توی سر و صورت دعا که گفته شده این پسر یکی از پسرعموهای دعا بوده و این دختر بیچاره بعد از کلی درد کشیدن و تحقیر شدن همونجا جونش رو از دست میده. و بازم اینجا لازمه اشاره کنم که توی اون جمعیت دوتا برادرای خود دعا هم حضور داشتن که بدون هیچ رحمی به خواهر خودشون سنگ میزدن. حتی بعد از مرگ این دختر این آدما قرار نبود دست از سرش بردارن. چند نفری دست و موهای دعا رو میگیرن و کشون میبرنش سمت یه محله‌ای که برای جمع‌آوری زباله بوده، پر از لاشه حیوانای مرده و همونجا رهاش میکنن تا جسدش کنار اون زباله ها بپوسه. با این کار میخواستن اعلام کنن کسی که همچین خطایی ازش سر بزنه حقشه که بعد از مرگش هم با ذلت قاطی زباله ها بشه. از این اتفاقی که برای دعا میفته یه فیلم حدوداً 30 دقیقه‌ای توی فضای مجازی پخش میشه که دل سنگ و آب میکنه و طبیعتاً آدمای خیلی زیادی حالشون از دیدنش بد میشه و این حجم از خشونت رو نمیتونستن درک کنن و منم بهتون توصیه نمی کنم که برید دنبال این فیلم که ببینیدش. برخلاف برادرای دعا که فکر میکردن کار درست رو انجام دادن، پدر و مادرش بعد از این اتفاق دیگه نمیتونن کمرشون رو راست بکنن و حتی جامعه ریش سفیدای اونجا میان خلیل رو طرد میکنن، بهش میگن تو نتونستی شرفتو پس بگیری و مایه ننگ جامعه ما هستی. بعدی هم هر روز میرفت سر قبر دخترش که یه جای دور افتاده و ناشناس واسش کنده بودن و ساعتها واسه مظلومیت دعا گریه میکرد. خیلی از کردای سرتاسر دنیا میان به این قضیه اعتراض میکنن و درخواست میکنن عاملای قتل و سنگسار این دختر همگی باید به شدت مجازات بشن، ولی این اتفاق نمیفته. در واقع یه مدت بعد از این اتفاق چند نفر رو که به اصطلاح مقصرای اصلی مرگ دعا بودن رو دستگیر میکنن و توی سال 2010 4 نفرشون هم به اعدام محکوم میشه که 2 تاشون آراس و وحید پسرعموهای دعا بودن و 2 تای دیگرشون هم برادراش. اما این حکم هیچ وقت اجرا نمیشه و خانواده‌اش مجبور میشن بیان بر اساس یه چیزی به اسم پیمان صلح خونبهای دخترشون رو بگیرن و که گفتن حدود 4 میلیون دینار بوده و قبول بکنن رضایت بدن. عملاً هیچ کدوم از اون کسایی که باعث مرگ دردناک و تحقیرآمیز دعا شده بودن مجازات نمیشن، نه تنها حالا اون 4 نفر. ببینید هیچ مدرک معتبر یا شاهدی وجود نداره که بیاد ثابت بکنه که دعا به خاطر ازدواج با احمد تغییر دین داده بود و مسلمون شده بود و صرفاً جامعه ایزدی این دختر رو به خاطر رابطش با یه مسلمون سنی میاد اینجوری به قتل میرسونه، نه برای تغییر دینش. ولی چند مدت بعدش میاد یه شایعه همه جا پخش میشه، اینکه دعای دختر مسلمون بود.
حالا چرا این مهمه؟ چون چند هفته بعد از این اتفاق یه مینیبوس که شامل 23 تا کارگر ایزدی بوده و داشتن از سمت کارخونه برمیگشتن سمت خونه هاشون، توسط یه گروه مسلمون افراطی عضو القاعده دزدیده میشه و اونا رو میبرن به اطراف موصل و همونطور که اول پرونده بهتون گفتم همه رو به رگبار میبندن و سر بعضیاشون رو گوش تا گوش میبرن و اعلام میکنن که این کار رو برای انتقام گرفتن از قتل دعای 17 ساله انجام دادن، چون دعای دختر مسلمون بوده و ایزدی‌ها کشتنش و الان باید تاوانش رو پس بدن. در واقع این اتفاقی که برای دعا میفته یه بهونه دست مسلمانای افراطی میده که بیان ایزدی‌ها رو قتل عام کنن، چون کلا برای سالهای خیلی زیادی بود که با دین ایزدی و مردمش مشکل داشتن و این ماجرا فقط به کشتن این 23 نفر ختم نمیشه. چند هفته بعدش جسد 2 مرد ایزدی رو توی بغداد پیدا میکنن و حتی یه حمله انتحاری هم از طرف القاعده انجام میشه و اونا با 4 کامیون بمبگذاری شده میرن سمت 2 روستای ایزدی نشین، قحطانیه و جزیره، و 500 نفر توی این حمله کشته میشن و بیش از 1500 نفر هم زخمی داشته و همونطور که گفتم اعلام میکنن این حمله ها رو به خاطر انتقام قتل دختر تازه مسلمون شده انجام دادن. در واقع همونطور که اشاره کردم مسئله فقط قتل دعا نبود و یه جورایی یه بهونه دستشون میده که بیان ایزدی‌ها رو قتل عام بکنن و بعد از این ماجراها خیلی از ایزدی‌ها مجبور میشن که خونه‌های خودشون رو ترک بکنن و مهاجرت بکنن به یه جای امن‌تر که زنده بمونن. و اگر کنجکاوید بدونید سر احمد چه بلایی میاد، در واقع این پسر بعد از اینکه میبینه اوضاع داره خیلی بد میشه فرار میکنه از ترس جونش و یه جایی پنهانی شروع میکنه به زندگی کردن و بیشتر از این ازش خبری نیست. و این پرونده مثل پرونده فرخنده خیلی دردناکه، حتی شاید یه جورایی بیشتر، و احساس خیلی وحشتناکی به آدم میده که اعتقادات غلط یه سری آدم میتونه چقدر خطرناک باشه. رسیدیم به پایان یه پرونده دیگه و یادتون نره که مثل همیشه نظراتتون این زیر برام کامنت بکنید، همه رو میخونم و فراموش نکنید که خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. توی پرونده بعدی میبینمتون.